بسم الله الرحمن الرحیم. انسان باید با شیطان که دشمن اصلی اوست مبارزه بکنه. اگر شیطان از چندین جبهه وارد میشه، ما هم از چندین جبهه وارد بشیم و مقابله کنیم و دفاع کنیم. اگر او تو را وادار به نگاه حرام میکند، تو هم با نگاه به قرآن و تلاوت قرآن با او مبارزه کن. اگر او به وسیله سخنان زشتی که تو را وادار به گفتن آنها می کند وارد می شود، تو هم با ذکر و تسبیح و درود و استغفار به مبارزه با او برخیز. چنانچه رسول الله می فرماد ولا یزال لسانک رطبا بذکر الله، زبانت با ذکر الله تر و تازه باشد. و اگر او با انواع گناهان هجوم می آورد، تو هم با انواع نیکی ها و خصوصا با نیکی به پدر و مادر که باعث کفاره گناهان است و با احسان و صله رحم با اون مبارزه کن. و با دادن صدقه که رسول الله می فرماید الصدقه تطفئ الذنب کما یطفئ الماء النار، صدقه گناه را خاموش می کند آنگونه که آب آتش را خاموش می کند. و خلاصه با انواع کارهای نیک و عبادات کاری کن که شیطان پشیمان شود از اینکه تو را وادار به معصیت کرده است. و السلام علیکم.